سلام، وقت بخیر دوستان. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. غیر ممکنه، غیر ممکنه. ممکن değil، mümkün değil. غیر ممکنه. مثال رو نگاه کن. mümkün değil. Benim kardeşim bana böyle kötülük yapar. Mümkün değil. یعنی امکان نداره. غیر ممکنه. Benim kardeşim، من به معنی من پسوند فاعلی هستش برای شخص من. کاردش به معنی خواهر و برادر، هر دو معنی رو میده. این پسوند فاعلی باز برای شخص من هستش، میگه بانا، به من. من به معنی یالا من هستش، وقتی خواسته پسوند یالا به بگیره شده بانا، به من. böyle اینطوری یالا یا اینجوری. kötülük، kötülük به معنی بدی. yapmak به معنی انجام دادن. yapa یعنی انجام بده. میگه mümkün değil benim kardeşim bana böyle kötülük yapar.